'cause I'm falling slowly in love with you. 안녕하세요 여러분. 잘 지내요? سلام علیکم. چطورین بچه ها؟ خوبین؟ همه چی خوب میگذره؟ بیایم با هم دیگه سراغ پچیما، جلسه آخر درس اولمون. خب الان بریم روی تخته با هم دیگه یادشون بگیریم. خب بچه ها بریم سراغ بخش آخر حروفمون، یعنی پچیم ها. پچیم. خب بچه ها پچیم به چمهای پایانی میگیم. چمهای پایانی مثل چیا؟ همین و این. اینجا اینا پچیم هامون هستن که خونده میشه پد چیم. دیدین اینجا صدای د میده. خب اینا بچه ها یه سری قاعده داره که قبل از اینکه اونو بگم من بهتون شکل هجاها رو اول بگم توی زبان کره‌ای. انواع هجا. خب بچه ها انواع هجا توی زبان کره‌ای، هجای دو حرفی داریم. هجای دو حرفی مثل کا یا کو. خب میبینید چه شکلی نوشته شد که به دو صورت نوشته میشه. یا این شکلی کا یا کو که خب چی و چی با هم دیگه ترکیب شدن؟ پس توی هجاهای دو حرفی یه دونه چعوم با یه دونه موعوم با هم دیگه ترکیب میشن و شکلش همینه. یا موعوم رو به روش میاد یا پایین بهش میچسبه. کا کو. دیدیم بچه ها؟ مورد بعدی هجاهای سه حرفیمون هستن. هجاهای سه حرفی. سه حرفی مثل چی؟ مثل مون و من. خب اینا چه شکلی نوشته میشن؟ این شکلی. شکل هجاییشون این شکلیه بچه ها. میبینید که اولی من تو این قرار میگیره، یه دونه چعوم، موعوم و من بچه تقریبا از زیر این شروع میشه یا از بینشون. خب این شکلیه. من، مون، همه زیر هم دیگه. مون. دیدین بچه ها؟ این شکلی. حالا به اون حرفی که این زیر میاد، به این چعوم، به این چعومی که زیر میاد، به این میگیم پچیم که وقتی توی این جایگاه قرار میگیره بعضی وقتا ممکنه که صداش فرق کنه. و مورد آخرمون هجاهای چهار حرفیمون هستن. خب هجاهای چهار حرفی مثل چی؟ مثل کپ. کپ میشه ارزش، قیمت. خب چهار حرفی ها یه مدلن فقط. چعوم، موعوم، چعوم و موعوم. دیدین این حرف سه اصلا توش خونده نشد، شد کپ. کپ که توی اینا فقط یه حرف خونده میشه. که البته یه موردایی داریم که هر حرف خونده میشه، اونو توی جمله و توی کلمات با هم دیگه میبینیمشون. یا مثل عدد یودول. یودول یودول میشه عدد 8. میبینین یودول فقط ل شما خوندیم و دیدین آخر هجا مثلا ل گرفت. یودول این اصلا خونده نمیشه. و الان بچه ها بریم ببینیم هر چعوممون خب توی پچیم چه صدایی داره. خب شماره 1. یادتونه این حرفمون هم صدای که داشت هم صدای گ. گفتم اگه اول کلمه بیاد صدای که میده، وسط و آخرش صدای گ میده. این و این کمون اینا بچه ها توی پچیم صدای گ میدن. مثل چی؟ مثل موگ. موگ. میبینید که هجامون هم سه حرفیه. اینجا
پرچین واقع شده و صدای گ میده. موگ یا پواگ. پواگ میشه آشپزخونه. خب پواگ اینم داره اینجا صدای گ میده. ولی بچه‌ها حواستون باشه، خب وقتی تلفظ میکنیم نمیگیم پواگ، یعنی روی گش اونقدر تاکید نداریم، یه طوری انگار این پچیما رو توی گلومون خفش میکنیم، مثلا موگ، پواگ. شنیدین بچه‌ها؟ این شکلی. ولی اگه بچه‌ها بعدش خب قاعده ای داریم به نام قاعده یونوم. خب حالا این قاعده چی میاد به ما میگه؟ قاعده یونوم میگه اگه بعد از این چاون هم خب ما یه دونه موم داشتیم، مثلا حالا ای. خب قاعده یونوم الان میبینید نمیگم یون اون، میگیم یونوم چون میره اینجا. قاعده یونوم همینه. خب میگه که این میاد اینجا به جای اون و خونده میشه پواکی. خب صدای خودشو میگیره. گرفتیم بچه ها؟ همین شکلی. اونجا هم داشتیم مثلا یودول. خب یودول اگه بعدش یه دونه موم بیاد، حالا یا مثلا ای آوردیم، میشه یودول بی، یعنی یودول برای میمونه، بی میره تو این. حله؟ و صدای خودشونو بچه ها میگیرن که اینجا چون که وسط کلمه بود صدای ب داشت، اگه اول بود صدای پ داشت. آفرین. الان بریم سراغ بعدیا. دومیمون حرف ریولمون هستش. خب ایشون وقتی که توی پچین قرار بگیره صدای ل میده، مثل مول میشه آب. ببینید مول میشه آب کلا توی پچین، یا مثلا بنویسیم مل این شکلی مثلا. خب کلا در هر دو صورت توی پچین صدای ل میده. بعدی دوتا حرفمون صدای ب و پ میداد. اولی کلمه صدای پ، وسط و آخر صدای ب و بعدی این پ دمیشیمون. اینا بچه‌ها توی پچین صدای ب میدن. مثل چی؟ مثلا پب. می‌بینید پب برنج پخته شده رو میگن که به عنوان غذا هم به کار میره. غذا یا برنج پخته شده. پب یا اب باشه یعنی جلو، مقابل. ولی وقتی که مثلا بعدش یه دونه موم بیاد، میخوام قاعده یونوم رو بگم، میشه اپ که میشه در جلوی، در مقابله. میبینید بچه ها دوباره صدای خودشو میگیره، یعنی میاد دیگه به جای این. چهارمی حرف نه بچه ها همون صدای خودشو داره. نه مثل نون. دو تا مورد فقط دیگه داریم. حرف م پچیم. میبینید اینم همیشه همه جا صدای م میده. مثل چی؟ مثل موم. میبینید صدای م میده. یا هر چیز دیگه. اوما. میبینید بچه ها که اینجا یکم با تشدید میکنیم چون این اومده اینجا دیگه دو دفعه. میبینید اوما. میبینید بچه ها این شکلی. و آخرین چم هامون بسم الله کنیم. این سه دوقلومون، سه تکی، چه دمشی دیگه، همه اینا بچه ها صدای د میدن. همشون صدای د. خب
مثلا برای مثال بیایم بنویسیم این میشه ند. میبینیم بچه ها 4 هجایی این شکلی. ند. بعدی ند. و ند. همه اینا بچه ها میشن ند که تلفظ رو بچه توی زبان کره‌ای بین 2 تا از این خطا میذاریم. اینا همشون شدن چی؟ ند. توی این تلفظ رو می‌نویسیم. خب بچه ها کل پچیمامون همینا بودن. این چقدر ساده بود. الان بچه شما تمام حروف زبان کره‌ای رو بلدین. الان قشنگ میتونید هر متنی جلوتون گذاشتم بخونید، ولی متن‌ها رو وقتی کامل میتونید بخونید که الان توی اسلایدها یه سری نکات تلفظی هست، اونا رو بهتون میگم، یه سری استثناءها، قواعد و اینا، و همه متن‌ها رو میتونید بخونید، همه چی رو میتونید که بنویسید. خیلی خوب یاد گرفتین، آفرین. خب الان بریم بچه یه مرور دیگه با هم بکنیم دوباره. حروف گ و صدای گ هم میده. توی جایگاه پچیم صدای گ میدن، ولی نه بچه ها مثلا فرض کن میگیم مگ، خب این شکلی نگین مگ. کلا صداهای پچیم رو انگار تو گلوتون خفشون میکنین، خیلی آروم بگیرشون. اوکی؟ مگ. حرف ن در جایگاه پچیم صدای ن میده. حروف اینا رو بچه با موم ا میخونمشون باشه. تا، سا، جا، چا، تا، ها. توی جایگاه پچیم صدای د کوتاه میدن. در واقع بچه ها صداشون یه چیزی بین ت و د کوتاه تلفظ میشه. مثلا میاد مثل یه د کوتاه. حرف ر توی جایگاه پچیم صدای ل میده، مثل مول، آب. حرف م در جایگاه پچیم صدای م میده، مثل امه. حروف پ و پا توی جایگاه پچیم صدای ب میدن و حرف اینو با موم ا بخونم، ا خودش که اصلا صدا نداره، توی جایگاه پچیم صدای نگ میده. این نگ مثلا مثل چی بچه ها؟ میگیم منگ. این انگ همین صدای اینه. اوکی؟ خب بریم سراغ لغات. یادتونه جلسه اول که بهتون لغت داشتم یاد میدادم که میشد سگ و گفتم که این طول سگایی که تو خونه نگه میدارین، گفتم کلمه‌شو نیاوردم چون که پچیمه و توی درس پچیم بهتون میگم. و اولین لغت همون آوردم، کانگاجی میشه طول سگ. کلا این پاپیایی که تو خونه نگهشون میداریم. دوکبوکی همون دوکبوکی دیگه، آشناییم باهاش. یاگ میشه دارو. نون بچه ها 2 تا معنی داره، هم معنی برف هم معنی چشم. این برفی که میباره، مثلا میگیم که برف میاد، نونی وایو، برف میباره. نگجی یعنی 8 پا، اختاپوس. سن یعنی کوه. پواگ آشپزخونه. سول بچه ها معنی خودش الکله. سوجو همون سوجو کره‌ای، شراب برنجه. سجین یعنی عکس. چجونگو یعنی دوچرخه. اود یعنی لباس. گود یعنی گل. مال یعنی اسب. اوندونجنگ یعنی زمین بازی. بانگ یعنی نون. ایپسول یعنی لب. کیمچی یعنی کیمچی.
پوم یعنی بهار، فصل بهار. پولگوگی همون غذای کره‌ای پولگوگی یا بعضی میگن بولگوگی، توی فارسی البته میگن بولگوگی که دیگه درستش پولگوگیه. بچه یه غذاییه که با قسمت‌های نازک و خوشمزه گاو و خوک و مرغ اینا میپزن، کلا طعمدارش میکنن و خیلی غذای خوشمزه‌ایه. کیل یعنی راه، مسیر، جاده. این راه و مسیر رو بچه توی متنای ادبی یا مثلا میگیم من توی مسیری هم که به تو برسه، اینجا مثلا از کیل استفاده میکنیم، معنی خودش جاده است. ساول عشق هممون، سئول عزیز و دوست داشتنیمون. به به اصلا شکوفای گیلاس و نگاه، وای چقدر قشنگ. اوکی، الان بچه ها فلش کارت براتون درست کردم طبق قولی که دادم. گفتم اسمای این حروف رو براتون میارم، الان اسماش آوردیم و شکل فلش کارت کلا درست کردم که یه مروری هم بشه. کیوگ اسمش هست کیوگ، کلا به این حرفمون میگیم کیوگ و اینا بچه در واقع میخواد صداهاشون رو یاد میدم. میبینی کیوگ که دو تا صدای که و صدای گ داره. نیون تیگود ریول میوم پیوب شیود ایونگ چیود کیوگ تیود پیوب هیونگ سنکیوگ یعنی کیوگ دوقلومون. سنگتیگود سنگپیوب سنگچیود که براتون بچه ها با چوم هم آوردم که قشنگ صداشو با چوم ها هم ببینیم. سا یا شا سا یا شا سو یو شو سو یو شو سی ای شی سه ی شه سه ی شه و سوا ر سوه سوه و سوا ر سه وی شی